در سوغد مادری فرزند فروش بازداشت شد. در روسیه دعوت زندانیان به جنگ قانونی شد. رئیس جمهوری بلاروس لوکاشنکو خواستار دخالت سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی به بحث مرزی تاجیکستان و قرقیزستان شد. افزایش نابالغان گدا در دوشنبه. در ولایت سوغد ساکن ناحیه باباجان غفوروف دلداره خالمرزایوی 33 ساله با اتهام فروش فرزند خود بازداشت شده است. در این باره در برنامه وزارت کارهای داخلی پیک سوغد خبر داده شد. گفته می شود این زنی که موقتا در شهر بستان اقامت داشت 2 فرزند خردسال داشت و فعلا او به فرزند سیومش حامله دار است. خالمرزایو خواسته است یکی از این کودکان دختر 3 ساله را در روز تولدش 10 ایون طبق قرارداد با خریدار به مبلغ 5000 سومانی فروشد. بعد در این باره دسترس شدن معلومات برای ریاست کافتکاوی جنایی وزارت کارهای داخلی در ولایت سوغد، خالمرزایو در روز صادر کردن جنایت دستگیر کرده شده است. خود خالمرزایو هنگام بازپرسی گفته است که به سبب کم بضاعتی به این کار دست زده است. نسبت دلداره خالمرزایو بر اساس ماده 167 کادکس جنایی جمهوری تاجیکستان فروش کودکان پرونده جنایی باز شده او را به مهلت از 5 تا 8 سال از آزادی محروم کردن ممکن است. گفتنی است سالهای آخر از فروش کودکان به خاطر کم بضاعتی خبرها زیاد پخش می شوند، اما کم اتفاق می افتد که کودک فروشان بازداشت شوند. علاوه بر این در تاجیکستان گم شدن کودکان به یک عمل معمول تبدیل یافته است. گفته می شود این کودکان گم شده به طور قاچاق از جمهوری به خارج برده سودا می شوند و یا عضوی بدن آنها به طور قاچاق فروخته می شوند. به سبب جستجوی ناکام و یافت نشدن کودکان گم شده تخمین زده می شود در این کار خود کارمندان مقامات انتظامی دست دارند. در روسیه طرح قانونی را قبول کردند که بر اساس آن محبوسان به خدمت در ارتش یا جنگ دعوت خواهند شد، اما قانون نسبت به محکوم شدگانی که جنایت‌های جنسی، تروریسم، افراطگرایی و خیانت به دولت کرده‌اند تطبیق نمی‌گردد. طرح را روز 20 ایون وکیلان دومه دولتی روسیه پذیرفتند. تا حالا از محبوس‌های روسیه هزاران نفر از جمله شهروندان تاجیکستان را به میدان‌های جنگ در اوکراین برده‌اند. از این امتیاز شرکت خصوصی حربی واگنر استفاده می‌کرد و زندانیان را بر اساس قرارداد و با وعده عفو به جنگ در اوکراین می‌برد. مالک شرکت یوگنی پریگاژین یکی از شخصان ثروتمند و نزدیک به رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین دانسته می شود. اکنون این امکانیت به مقامات دولتی روسیه از جمله وزارت دفاع این کشور نیز داده می شود. دومه دولتی روسیه روز 20 ایون با قبول طرح دیگر همچنین اجازه داد نظامیانی که جنایت سبک و میانه کرده اند از جوابگری آزاد کرده شوند. بنا به قانون نو روسیه نظامیانی که هنگام جنگ به غارتگری، طمع‌جویی و کشتار دست زده اند، این جنایات اکنون نه چندان وزنین ارزیابی شده مجرمانش می توانند از جوابگری آزاد شوند. این گروه باید با وزارت مدافع روسیه قرار داشته در دوره موبیلیزاسیون یا سفربری به خدمت حربی یا جنگ باید همان وقت جلب شده باشند. رئیس جمهوری بلاروس پیشنهاد کرده است که سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی برای حل نزاع سرحدی میان تاجیکستان و قرقیزستان دست به کار شود. الکساندر لوکاشنکو در این باره روز 20 ایون در جلسه وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی در مینسک گپ زد. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان سراج الدین مخرالدین نیز در این جلسه حضور داشت. لوکاشنکو در سخنرانیش از نزاع میان ارمنستان و آذربایجان و مشکلات بلاروس و روسیه نیز یادآور شد. وی افزود گیله ارمنستان از سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی برای یاری نکردنش در حل مناقشه با آذربایجان جان دارد و قرقیزستان هم مدتها پیش برای حل نزاع سرحدی با تاجیکستان به این سازمان مراجعت کرده است. لوکاشنکو گفت اگر این مشکلات را حل نکنیم به انتقاد همدیگر دوام میدهیم. اگر ما برای حل نزاع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان یاری کرده توانیم، آنها از ما منتدار می شوند. دیگر آدم نابود نمی شود و این حکومت ها از ما منتدار خواهند بود. عین همین حالت با ارمنستان هم هست. اگر ما واکنش نکنیم، دوستان و مشاوران غربی ما با این مسئله ها مشغول می شوند. معلوم نیست آیا وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی در پاسخ به این چیز گفتند یا نه،
ولی در گذشته تاجیکستان گفته است بحران مرزی با قرقیزستان باید در سطح حکومت‌های دو کشور حل شود. در گذشته پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم پیشنهاد میانروی را در این مذاکره ها کرده است. در دوام 2 سال گذشته در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان 2 مناقشه پرخشونت و پرقربانی رخ داد. دو کشور بیش از 980 کیلومتر سرحد دارند، ولی سالها باز زیاده از 300 کیلومتر آن را تعیین و نشانه‌گذاری کرده نمی‌توانند. هفته گذشته ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه خبر داد که 2150 نابالغ در دوشنبه در اثنای کار و طلبندگی دستگیر شده و والدان آنها برای بی اهمیتی و اجرا نکردن عهدهداری در تعلیم و تربیت فرزند جزا داده می شوند. به اطلاع منبع دوام 5 ماه سال جاری 2150 نابالغی که به آواره‌گردی، طلبندگی، بارکشانی، جمع آوری مبلغ در نقلیات جمعیتی، شستشوی واسطه های نقلیات، مرکزهای بازی کامپیوتری، چلیمخانه، سودای کوچکی، دود دادن اسپند و دیگر عملها مشغول بودند به مقامات میلیسیا دسترس کرده شده‌اند. ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه می افزاید که وابسته به حالتهای مذکور نسبت والدین نورسان برای اجرا نکردن عهدهداری‌های پرستاری و تربیت نابالغان پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شده برای چاره‌جویی به سود ارسال کرده شدند. حالا معلوم نیست که دادگاه نسبت آنها چه حکم برآورده است. قانونگذاری برای چنین حقوق ویرانکنی آگاهی یا از 204 سامانی تا 476 سامانی جریمه پیش بینی می کند. کارشناسان می گویند به گدایی و کارهای وزنین جلب شدن نابالغان نشانه افزایش کمبضاعتی و نبودن غمخواری اجتماعی به شهروندان از جانب مقامات کشور است.